درود بر شما بینندگان ما. شکر پروردگار که باز امروز ما را به دیدار هم رسانید. با تمنای اینکه همگان تن صحت و سلامت هستید، برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز را آغاز می‌کنم. موضوع امروزه ما جشن تقدیس رستم امام علی است. چگونه جشن تقدیس؟ مرحمت خواهیم گفت. به حیرت آوردن جهانیان با جشنگیری پرشکوه و پرازدحام نوروز در شهر خوجند، در حالی که فیغان مردمی جهان از ویروس کرونا به فلک پیچیده است، ظاهراً به مقامات تاجیکستان پسند آمد. قرار است روز شنبه جشن پرازدحام و با دبدبه دیگر این دفعه در شهر دوشنبه پایتخت کشور برگزار شود. در حالی که هر روز چند خبر از گرفتاری و حتی مرگ تاجیکان از ویروس کرونا در روسیه می رسد و از گرسنگی کشیدن هزارها نفر بنابر حبس ماندنشان در خانه ها همه شنیده ایستاده ایم. اگر جشن نوروز مراسم خودسازی رئیس جمهور امام علی رحمان و تعظیم و تقدیس او بود، به نظر می رسد جشن روز شهر در دوشنبه مراسم تقدیس پسرش رستم امام علی خواهد بود. قرار است یک روز قبل از برگزاری این جشن انتخابات رئیس مجلس ملی برگزار شود. اکثر کل کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که در این انتخابات انیقترش در این تعیینات رستم امام علی پیروز گردیده به کرسی رقم دومی حکومت در تاجیکستان تقیه میزند. پدرش یکم می شود، پسر دویم. و فردای این سیاستمدار جوان و موفق، جنرال ارتش نادیده، شهردار پایتخت، رئیس تازه انتخاب شده مجلس ملی آل جناب رستم امام علی به نزد مردم میبراید تا در وصفش شعر و سرود خوانند و نزد پایش سجده کنند. تریومف شاهزاده. جشن نوروز را حتما به خاطر دارید. هنوز یک ماه هم از آن نگذشته است. آن جشن از جشن چند هزار ساله نوروز دیده بیشتر به جشن روز تولد یا تاجگذاری امام علی رحمان شباهت داشت. اکثر شعر و سرودها که در آن جشن صدا دادند به پیشوا بخشیده شده بود. البته از نوروز هم یاد کردند، درباره نوروز هم شعر و سرود خواندند، ولی در حاشیه خیلی کم. گویا این نوروز بود که با شرافت قدوم مبارک نجات دهنده سیاره ناگهان فرا رسیده بود و واجبش گردید در سایه پیشوا بماند. حتی باد و هوا با قدوم مبارک آل جناب یک باره تغییر کرد و از سرد و بارانی به گرم و آفتابی تبدیل شد. یادتان هست ضمن سخنرانی این را خودی اساسگزار صلح و وحدت هم در برآمدش مخصوص قید کرد و اشاره نمود که قلب پاکش طبیعت را وادار به تغییر باد و هوا کرده است. حالا دوشنبه منتظری قدوم مبارک پیشوا بچه است که به بلندترین سطح قدرت در کشور می رسد. قرار است پایتخت تاجیکستان، بزرگ شهر با نزدیک 1 میلیون اهالی، روز دراز برقصد. البته این یک مصیبت می بود اگر چند اما وجود نمی داشت. سر اول ببینید تماشابینان گرامی، جهان گرفتار وباست و هر روز دست کم 10,000 کشته می دهد. 3 کشور همسایه تاجیکستان، کشور افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان
تمام عید و جشنها را لغو کرده با ویروس دست و پنجه نرم می کنند و شمار قربانیانشان روز به روز می افزاید. دویم، سازمان جهانی بهداشت همه طبیبان جهان از جمله طبیبان تاجیک را توصیه می دهند که از جمع آمدهای سر ازدحام قطعاً خودداری کرده شود. چیز دیگر، تاجیکستان رسما از چند کشور و اینستیتوت‌های مالیوی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن کمک پرسیده است و اولین کمک‌ها هم الکی رسیدند. چیز دیگر، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با باز کردن صورت حساب از کشورهای جهان، اینستیتوت‌های مالیوی، سرمایه‌داران و حتی مردم کشور صدقه پرسیده است. همچنین بنابر کمبودی شدید مبلغ در بودجه، حکومت تصمیم گرفته است به مبلغ 300 میلیون سومانی کاغذهای قیمتناک دولتی را به فروش برآورد. چیزی دیگر، یک بیمارخانه کلاً در ناحیه جبار رسولوف به کرانتین گرفته شده الکی 2 نفر در آن هلاک شدند. حالا از بیماری کرونا ویروس بودند، بیماری کرونا ویروس به گرفتار نبودند، این چیزی دیگر است. فقط دلیل این است که 2 نفر فوت دیدند و در آنها نشانه های تنگی نفس دیده شده بود. همه اهل اولادشان کرانتین شدند و همچنین هر روز چند خبر مرگ مبهم ساکنان می رسد. برای مثال خبری که امروز پیام نشر کرد، مالک آشخانه تندور کباب شادمان و همسرش از بیماری بسیار شبیه به کرونا وفات کردند در شهرستان و تمام اعضای این خانواده و کارمندان آشخانه به کرانتین گرفته شدند. اگر از دیگر کسلی می بود کرانتین چه حاجت داشت؟ یا خبری درگذشت همشیره شفقت آیشما علیموه در کرانتین بیمارخانه باختر که امروز رسانه‌های دیگر نشر کردند. همچنین یک چیز دیگر، هر روز چند خبر از گرفتاری و حتی مرگ تاجیکان از کرونا ویروس در روسیه می رسد و از گرسنگی کشیدن هزارها نفر بنابر حبس ماندنشان در خانه و در کوچه و ماندن عائله ها بنابر نداشتن مبلغ اجاره رسانه‌ای شده ایستاده است. هزارها عائله بنابر نبودن کار در روسیه و قطع شدن انتقال پول به خطر گرسنگی مواجه شدند. امکان زیاد وجود دارد که الکی همین حالا صدها شاید هزارها عائله نان برای خوردن ندارند. این گونه گپ خیلی زیاد است و همین رویخط را میتوان ادامه داد چقدر لازم باشد و ده ها سبب دیگر وجود دارد که حتی اگر یک تای آن واقع شده بود، حکومت مردم سالار هر گونه جشن و مصرف بیهوده را کنار میگذاشت. اگر یک حکومتی می بود که تنصیحاتی مردمش برایش مهم می بود. ولی برای حکومت تاجیکستان بر همه این مسائل مسئله دیگر اولویت دارد: تعظیم و تقدیس پیشوا. مهم نیست چقدر آدم گرسنگی میکشد، مهم نیست با چند هزار خطر گرفتار شدن به ویروس در جمع آمدها تهدید میکند، مهم نیست چند نفر قربان میشود میمیرد، کسی پروا نداره. حالا پیشوا بچه احساس کرده است به مقام تعظیم و تقدیس رسیده و باید نه کمتر از پدرش مقدس باشد. این است که امکان ندارد جشن تقدیس او لغو شود. رستم باید راه پدرش را طی کند.
از روی هزاران مرده قدم زده به تخت سلطنت نشیند. چگونه؟ با پول صدقه. حالا این همه یک سو، یک منبع پیام خبر داد حکومت های همه ناحیه ها سپارش گرفتند جوانان قامت بلند و دخترکان زیبا را از مکتب ها برای آمادگی به جشن وحدت ملی انتخاب کرده روی خطشان را به ولایت ها فرستاده ایستاده‌اند. این است دیگه شرایط امروزی کشوری ما. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه net لطفاً پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می شود. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه net.